نورانی ترین ستاره ها در روی زمین که برای اهل آسمان تماشایی و دیدنی مساجده. هر کدومش مثل ستاره روی زمین می درخشد و اهل سما نگاه میکنن. انسانهای نورانی هستند که در خانه وضو گرفتن و دعای بعد از وضو، دعای بعد از اذان، دعای بعد از وضو و قدمهایی که به طرف مسجد برمیدارن همینجور اللهم اجعل قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و عن یمینی نورا و عن شمالی نورا و من امامی نورا و من خلفی نورا و من فوقی نورا و من تحتی نورا. این دعای رفتن به نمازه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الصلاة نور، نماز نوره. این دعای رفتن به مسجده. وقتی تو خونه وضو گرفتید، قطرات آب وضو از سر و صورت و دست و پات به زمین چکید و با دستمال خوش نکردید و آخرین چرک های گناهی که با صورت، با دست، با انگشتان، با پا انجام دادید، با آخرین قطره آب وضو از بدن چکید، نورانی شدید. بعد دعای وضو هم میخونید اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. چه ربطی داره دعای وضو به توبه؟ وضو یک نوع تمیزیه، ولی اول میگی خدایا منو از جمله توابین قرار بده، بعد میگه از جمله پاکیزگان متطهرین. چون شما به طرف عبادت خدا داره میرید، به طرف نماز میرید. اگه دلت پر چرک باشه، دلت سالم نباشه، دلت پاک نباشه، دلت چرکین باشه، خب این آب وضو تو نمیتونه تو باید با دل خالص و پاک و طاهر جلو الله بایستی. چه جالبه دعای بعد از وضو ربط بین طهارت دل و طهارت اعضا. اللهم اجعلنی من التوابین. ناکن داره تو رو متوجه میکنه که تنها با آب سر و صورت و شستن و دست و پا رو شستن آدم طاهر نمیشه، باید دل بشورید و اون ماده شوینده و پاک کننده دل، تبت الیک یا ربی، به درگاه تو توبه کردم ای خدا. بعد از اینکه دعای وضو رو خوندید، هر قدمی که بلند میکنید به طرف خانه خدا، بسم الله اللهم اجعل فی قلبی نورا، از دل شروع میکنید. این دعای رفتن به طرف نمازه، به طرف مسجده. و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و عن یمینی نورا و عن شمالی نورا و من امامی نورا من فوقی من خلفی من فوقی من تحتی و احطنی بالنور، مرا از هر طرف با نور خودت احاطه بکن. با این وضعیت اگه انسان به مسجد بره، وقتی رسید به در مسجد هم بسم الله، با بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا درهای رحمت تو باز بکن. اگر رحمت در خانه اش نباره پس کجا میبارد؟ تو عروسی ها؟ خدایا درهای رحمتت را بر من بگشای. در خانه گشوده شده، اما خیلی ها تو مسجد هم رحم نمیشن. باید وارد خانه خدا که بشید، باید از خدا بخواهید که در دومی هم برایت بگشاید. میاد تو مسجد سر صدا میکنه، میاد تو مسجد غیبت میکنه، میاد تو مسجد مردم نماز میخونن، با صدای بلند حرفای بیرون از مسجد رو میزنه، میاد تو مسجد از نمازگزارا و امام مسخره میکنه. باید از خدا بطلبید. همینجور که در خانه خودش رو باز کرد، باید تو خانه خودش ازش بخوای که در رحمتش هم باز بکنه. اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا درهای رحمتت را بر من بگشای. آیا خواهان رحمت خدا هستیم یا نیستیم؟ همطوری سرمو انداختیم پایین، داریم میایم بدون نیت. طمأنینه لازمه. بعضی از عزیزان از در مسجد که وارد شدن، دید امام داره به رکوع میره، از همونجا نیت کرده و همونجا تکبیر گفته، وقتی آمد با امام رفته رکوع و سجود. نه، باید با طمأنینه
یا زودتر حرکت کن یا آرام بیا، هر چی رسیدی باقی هم چه مسبوق شدی کامل بکن. حق دویدن ندارید، چون نماز طمأنینه و آرامشه، باید نور تولید بکنه. تو که نمیخوای به اون آخرین لحظه رکوع برسی، یک رکعت رسیدم، یعنی یه رکعت خواندن اضافی یا یه رکعت خواندن اگه به رکوع نرسیدی کمر آدم خورد میکنه.